وقتی توی مشهد با یه مرد عرب آشنا شدم. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال ما. این داستان بر اساس واقعیت است، اما به دلیل حفظ حریم شخصی از اسامی مستعار استفاده شده. لطفاً تا پایان این داستان همراه من باشید و با ساب کردن از کانال ما حمایت کنید. بعد از اینکه شوهرم مدت زیادی نبود و خونه همیشه ساکت و سرد بود، احساس کردم دیگه نمیتونم همینجوری روزامو سر کنم. حوصله‌ام سر میرفت. از وضعیت کسل کننده زندگیم خسته شده بودم. تنهایی کشنده بود. نه کسی حرف میزد، نه کسی نگاه میکرد، نه حتی یه دوست کوچیک داشتم که باهاش درد و دل کنم. گاهی از وضعیت زندگیم دیگه حالم به هم میخورد. احساس میکردم هیچ هدفی ندارم. یه روز تصمیم گرفتم برم مشهد. کارو خرید داشتم و دلم میخواست یه جایی برم که ذهنم یکم آروم بگیره و یکمم تفریح کنم. مسیرم طولانی بود. کنارم یه عرب تقریباً 30 و خورده ساله نشسته بود که مسافرم بود. میخواست بره یه شهر دیگه. اولش توجه نکردم. فقط سرم توی گوشیم بود و مشغول بودم. متوجه اطرافم نبودم. ولی بعد که به خودم اومدم یه نگاه رد و بدل شد که قلبم یه لحظه قلبم لرزید. اون مرد عرب بلندقد و مرتب بود. با یه لبخند ساده و زیبا گفت سلام، خوبی؟ صدای گرمش باعث شد حس کنم یه کسی واقعاً بعد از مدت‌ها داره بهم توجه میکنه. منم سر تکون دادم و لبخند زدم. چیزی نگفتم. بعدش یکم نزدیک شد و گفت میخوای کمکت کنم؟ این مسیر طولانیه. یه نگاهی بهش کردم و منم گفتم نه ممنون، خودم میتونم. ولی یه چیزی توی نگاهش بود که باعث شد دلم بلرزه. این بار انگار با سریای قبلی فرق میکرد. تا حالا همچین اتفاقی برام نیفتاده بود. حداقل از وقتی که ازدواج کرده بودم همچین حسی رو مدت‌ها بود که تجربه نکردم. اون روز وقتی توی بازار قدم میزدیم حرف زدیم. از زندگیش میگفت. کم کم قصه زندگی و تنهاییامون رو تعریف کردیم. وجه اشتراک زیاد داشتیم. درباره روزمرگی، درباره اینکه بعضی وقتا آدم فقط میخواد که یکی باشه که گوش بده به حرفاش. یکی که کنارش باشه و احساس کمبود نکنه. روزها گذشت. هر وقت شوهرم نبود پیام میداد. بهم زنگ میزد. حالمو میپرسید. بعد از مدت‌ها من حس میکردم یک کسی هست که میتونه تنهایی و سردی خونم رو پر کنه. مدت‌ها بود که از این حس دور بودم. مدت‌ها بود که تنهایی کشیده بودم و از این وضعیت دیگه به معنای واقعی خسته شده بودم. به خودم میگفتم فقط یه دوستیم، یه دوستی ساده، فقط حرف و شنیدنه، اتفاقی نمیفته که. شایدم فقط داشتم به خودم امیدواری میدادم، یا شایدم فقط داشتم خودم رو گول میزدم. اما هر بار که اون حرف میزد و گوش میداد قلبم یه جوری میشد. قلبم آروم میشد و دلتنگی هم کمتر میشد. یه شب که خونه تنها بودم یه دلشوره عجیبی داشتم. انگار اون شب با بقیه شبا فرق داشت. بهش پیام دادم. گفت میاد و یه جایی خلوت قدم بزنیم. از قدم زدن کنارش لذت میبردم. وقتی رسید با هم راه افتادیم. هوام حسابی خنک بود و دلنشین. و شهر شبش یه حس خاصی داشت. البته شایدم کنار کسی بودم که ازش خوشم میومد. برای همینم که حتی اون شب برای من زیبا بود. ساعتها حرف زدیم، خندیدیم و کم کم اون حس عاطفی که بینمون بود قوی تر شد. و اون شب یه چیزی بینمون اتفاق افتاد. نمیخوام جزئیاتش رو بگم. اما میتونم بگم که خط مرز، اون خط خطری که همیشه توی زندگیم برای خودم ایجاد کرده بودم،
اون شب از بین رفت و رد شد. منی که یه زن متأهل بودم، با کسی که نه شوهرم بود و نه قرار بود باشه، با کسی که میدونستم ته این دوستی چیزی جز آبروریزی نداره، یه چیز ممنوعه رو تجربه کردم. اون لحظه اولش هیجان داشتم و خوشحال بودم. لبریز از شادی بودم. اون لحظه قلبم بعدش پر از حس گناه شد. اما همزمان یه احساس آرامش عجیب هم حس کردم که احساس می‌کردم همچین حسی رو سالها ندیده بودم. بعد از اون دیدار که شاید برای من هم دیدار زیبایی بود و هم پر از احساس گناه و عذاب وجدان، بعدش اون مرد عرب رفت. نه دور، اما فاصله ایجاد شد. فاصله‌ای که برای من بهتر بود. اون محدودیتی توی زندگیش نداشت، چون اصلاً متأهل نبود و به کسی هم وفادار نبود. این من بودم که اشتباه کرده بودم. من موندم و یه حس پشیمونی. دلم میخواست همه چیز عادی باشه. ولی دیگه عادی نبود. هر بار که به اون شب فکر میکردم، قلبم لرزه میکرد. اما یادم میومد که شوهرم و زندگی واقعیم هم هنوز پا برجاست. و هیچ چیزی جای اونها رو نمیگیره. اون روزها گذشت. من دوباره با شوهرم زندگی کردم. اما یه چیزی توی ذهنم همیشه بود. وسوسه، وابستگی و اون اتفاقی که رخ داده بود و نمیشد برگردوندش. یه چیزی رو فهمیدم که بعضی تجربه ها فقط درس هستن. تجربه‌ای که میتونه آدمو بسوزونه ولی هیچ وقت واقعا شادی نمیاره. من اون لحظه وقتی که همچین تجربه‌ای داشتم خیلی خوشحال بودم و هیجان زده. فکر میکردم بعد از مدت‌ها دوباره حس دوست داشتن و دوست داشتن رو تجربه کردم. اما فهمیدم که اون حس فقط یه حس زودگذر و چند روزه است. از وقتی دیگه اون مرد عرب رو ندیدم و هیچ سراغی ازم نمی گرفت و منم سراغی ازش نمی گرفتم، کلاً جوری فراموشش کردم که انگار از همون اول هم همچین مردی توی زندگی من وجود نداشته. جوری از زندگی من پاک شد که انگار اصلا مردی وارد زندگی من به غیر از شوهرم نشده. بیشتر به زندگی مشترکم رسیدم و فهمیدم شوهر خودم از خیلی از مردای دیگه بهتر و مردتره. ممنون که این داستان رو شنیدید. لطفاً نظراتتون رو بنویسید و با لایک و ساب کردن از کانال ما حمایت کنید.